نبیهای خدا کارشون چی بوده؟ پیغام همین بوده دیگه، که بابا بت نپرستید، آلت نپرستید، مرده نپرستید، قبر نپرستید. شما که دیدید تو سوریه رقیه تعطیل شد در دکونش، صغرا و کبرا تعطیل شدن در دکونشون. دیدید که اینا هیچ خاصیتی نداره؟ دیدید که حرم رضا تو مشهد الان مشهد رو دارن بمبارون میکنن؟ رضا چه غلطی کرد؟ چه کاری براتون انجام داد؟ موشک بخوره وسطش به نامیست. تمام مردم بدانن که بله الله دار و دستش، اینا با خدا هیچ کاری ندارن، اینا دارن فرار میکنن از ایران، دارن میرن، اینا میدونن که نابود میشن، به خاک و خون کشیده میشن. وقتی تمام فرماندهان ارشد ایران رو تو 10 دقیقه کشتن، فکر میکنید بقیه در تیررسشون نیستن؟ تازه فرمانده که سپهبده هر جا میره اینطوری میره با درجه‌ای که شونا یارو خم اینقدر زیاده، یه عالمه بادیگارد دارن، 200 تا بادیگارد دارن، چقدر محافظ دارن، چقدر امنیتی